امروز قراره با هم دیگه چلو مار درست بکنیم. اول با این تکنیکی که بهتون میگم بوی تخم مارها رو میگیریم. تخم مرغ نمک بزنین، اینا که جم خوردن با این علفایی که تو بیابون هست بیفته به جانشان، چنگ بزنین، چنگ بزنین، هم مارا تا بمیرن هم از این بوی تخمشان گرفته بشه. بعدش هم آب کش کنین و تکه تکهشان کنین و بریزین تو یک تشتی بذارین کنار بمانه. توی قابلمه‌تان روغن بریزین، کم روغن بریزین، مار خودش چربیش زیاده. سیر و هرچی علف ملف و سبزیجات بریزین، تفت بدین، نمک و شکر و یکم جوش شیرین و سس سویا و خلاصه که هرچی دم دستتون تو خانه‌تان بود بریزین که اینا قشنگ مزاج بخورده هم بره. بعدش هم مارها رو بریزین توش، یک سر همه رو با هم دیگه تفت بدین. اگه سبزی مبزی هم تو خانه‌تان داشتین توش اضافه بکنین، طعمش میگن خوب میکنه. بعدش هم بشینین با پلو بخورین. خدا لعنتت بکنه زن، واقعا میخوای بخوری؟ ابوالفضل خورد خورد بخورد یا ابوالفضل، خدا لعنتت کنه که همه چه